سلام بچه ها، همونجوری داخل شورت ویدیو فهمیدید ما امروز قراره بریم یه باکس آب معدنی بخریم و این کارو امیرعلی مارتی چند سال پیش کردش ولی شکست خوردش. پس ما امروز قراره این کارو بکنیم ببینیم اصلا میتونیم پیروز بشیم یا نه. پس بزن بریم یه باکس آب معدنی بخریم ببینیم اصلا قیمتش چنده. شما اینجا ویو خوب نداشتیم بخاطر تصمیم گرفتیم بریم اینجا. خیلی ویو خفنه، میدونم یه زشته، ببخشید. ما رفتیم این آب 5 آب خریدیم دونه 20 تومن که سرجم شد 100 تومن و ما این آبا رو قرار نیستش دونه 20 تومن بفروشیم، قراره دونه 25 تومن بفروشیم. شب بگی چقدر می‌خوای تو پاچه، ولی نه، قراره یخم بزنیم داخلش، خلاصه خنک میشه، تگری میشه دیگه. پس بزن بریم سراغ ویدیو. الانم میریم شورت ویدیو، این ویدیو هم میسازیم دیگه. لیتس گو. خب بچه ما اینجا ویدیو کوتاه رو رکوردش کردیم، الان قراره بریم سر لوکیشنمون، یعنی این سر از لوکیشن. سلام نوکردم، سبت بخیر قربانت. مونده خیلی مونده، بعد الان یخ و اینا ردیف همه چی. خب بچه همونجور که دیدیتون بچه خوب ویدیو ما رو قشنگ کردن، دستشون درد نکنه. الان ما دیگه باید پاشیم بریم سراغ موضوع ویدیو. اصلا موضوع ویدیو چی بود؟ فروختن آب. پس بزن بریم سراغش. سلام بچه‌ها، همونجوری که می‌بینید الان من 11 بودم، دارن اینجا امتحان میدن و ما داریم براش هم ویدیو میگیریم. ببین میگه یه شغل آینده ساز یوتیوب. دوستان من به همه دارم میگم یوتیوب شروع کنید. خب بچه‌ها اگه این ویدیو ما همونجوری که می‌خوایم پیش بره، یکی از هدف‌های تابستونی ما تیش می‌خوره. من به خودم قول داده بودم که آقا این ویدیو رو بگیرم بفرستم واسه یه یوتیوبر به اسم امیرعلی مارتی که اگه این ویدیو رو ببینه خوشش بیاد، یعنی ویدیو شورت اگه ببینه خوشش بیاد کامنت بذاره، اولین هدف ما تیک می‌خوره. حالا شاید کامنت همونجوری که گفتن داخل ویدیو تابستونیه بی ارزش باشه کامنته، ولی برام واقعا با ارزشه. حتی می‌خوام میرم پرینتش هم میگیرم، کپی می‌کنم می‌چسبم پشت دیوار. با بچه‌ها ما اینجا اومدیم آبو اوکی کردیم. خیلی واقعا معذبم، نمی‌دونم خیلی، یعنی اصلا خیلی خجالت می‌کشم. میگم چیزه این کامرمن هم اینجوریه، درسته؟ این بعدا هم اینجوریه، درسته؟ همینه دقیقاً. با دو سه نفر ارتباط برقرار کردم، طرف می‌خواست پول بده ولی گفتم 25 تومن، گفتش زیدی. یه چند دقیقه فعلا گذشته، هنوز یه 100 تومانی ضرر زدیم. فعلا 100 تومن رفته تو پاچمون. واقعا حاجی معذبم، دوستان سریع ویدیو تمام میشه. خیلی خجالت میکشم واقعا، نمیدونم چرا احساس میکنم شرم دم واقعا دم کسایی که این کارا رو میکنن برای خانواده‌شون. میگم خدا این کار خیلی سختیه، کسی این کارو نمیکنه، من کسخل فقط دارم این کارو میکنم. آشان دشت نیستش. خب بچه حالا ما قرار بریم از اون پسره این درخواست کنیم که بیاد از من برای شورت ویدیو کمک کنه و یه فیلم بگیره. الان مثلا بهش بگم بیا قبول کنسل شد، گفتش نداشت، شرمنده. خب بچه‌ها اون کسی که اومدش از ما آفریدش اکتور بود، یعنی کامرمن ما علی بودش. من بودم. آره علی بود و حالا ویدیو اونجوری که می‌خواستم یعنی پیشرفت تا یه ذره چیز بودش، 50-50 یعنی 50-50 بودش دقیقاً. بعد دیگه حالا امیدوارم حالا خوشتون اومده باشه. قرار هر هفته ویدیو بذاریم. بعد دیگه چی بگم، اون دو تا آبی که اضافه مونده رو داریم به 2 نفر رندوم همینجوری. حالا این ویدیو شورت هم 5K